خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. ستاره در تیره شب. سال 1960 عبدالغنی میرزایف متن علمی و انتقادی رساله تاریخی دانش را به طبع رساند. سال 1967 ترجمه روسی رساله را این نجف و در نشریات دانش از چاپ برآورد. در اولی سالهای 70 شنیدم که شعبه فلسفه، حالا انستیتوت فلسفه و حقوق، به ترتیب دادن متن علمی و انتقادی احمدی دانش به حروفات کریلی شروع نموده است. معلوم بود که علم دانش شناسی وسعت پیدا می کند. تجربه سالهای گذشته ثابت نمود که برای بیشتر انتشار دادن معروفیت دانش در دایره وسیع اهل علم و در بین مردم، برای باز هم بیشتر نشر گردیدن آثار او، جشن زادروز نویسنده را هم در دایره جمهوری و هم بیرون از آن برگزار نمودن لازم است. در اول ماه مارس سال 1974 به کمیته مرکزی حزب تاجیکستان درباره ضرورت گذرانیدن جشن 150 سالگی تولد احمدی دانش از نام انستیتوت زبان و ادبیات نامه فرستادیم. به مکتوب درباره نشر کتاب‌های جشن و روز تجلیل صاحب جشن لایحه قرار را نیز علاوه نمودیم. ماه‌ها گذشت و از نشر قرار خبر نبود. من نزد خالمراد شریفوف که راهبری شعبه مدنیت کمیته مرکزی را در عهده داشت و ما با هم نزدیک بودیم برای حل مسئله رفتم. خالمراد شریفوف اصل سببی به تأخیر افتادن امضای قرار را به طرز غیر رسمی شرح داد. گپ در آن بود که در این وقت شراف رشیدوف دبیر اول حزب ازبکستان در نظر سران راهبریت مسکو مرتبه کلان داشت. از این سبب سروران حزب تاجیکستان در تجلیل جشن دانش که زاده بخارا شهر داخل خاک ازبکستان است اندیشه کردند که او را به واسطه تاجیک گویند. راهبران والا مقام گفتند که احمدی دانش را دانشمند آسیایی میانه گفتن بهتر است. گذشته از این به جشن حتما 1-2 نفر عالم نمایان ازبک و چند نفر دانشمندان بخاری را دعوت نمودن لازم است. گفتم که این همه سپارش ها به نظر گرفته می شود. نهایت روز جشن را به 15 دکبر 1976 تعیین کردند. بعد از سخنرانی رئیس کمیته جمهوری تدارکات جشن، معاون سروزیر رستمبیک یوسف بیکوف به مهمانان ازبک سخن دادند. برگزاری جشن در روزنامه هم ثبت شده است و راجع به سخنرانی فیلسوف نامدار ازبک مظفر خیراللهیف نوشتم که نقل قول یک نطق ناصمیمانه کرد. پایان نقل قول که حاضرین سرد قبول کردند. نطق به زبان تاجیک ایراد کرده استاد انستیتوت پداگوژی بخارا تاج‌الدین قرایف را اهل تالار با کفکوبی‌های دنباله‌دار استقبال نمود. به مناسبت جشن مجموعه های نوی اثرهای دانش به زبان تاجیکی و روسی، متن انتقاد رساله در نظم تمدن و تعاون، کتاب های ظریف رجبوف و این جانب در روزگار و آثار دانش به چاپ رسید. قبلا خبر رسیده بود که در شعبه لنینگرادی انستیتوت شرقشناسی همایش علمی جشن 150 سالگی دانش برپا خواهد شد. برای شرکت در این مجلس با غفار اشورف به لنینگراد رفتیم. 20 دکبر در تالار ایران شناسی مؤسسه مذکور همایش جشن برپا گردید. در این همایش به جز ما و کارمندان ایران شناس پروفسور بالدرف سخنرانی کرد. در انستیتوت پداگوژی به نام عینی در شهر سمرقند نیز 4 ینور مجلس باشکوه و افتخار جشن دانش برپا گردید. در مجلس که تاجیکان فداکار شهر عبدالمؤمن فتاحوف و رحیمجان مقیموف برپا کرده بودند، قریب تمام زیایان تاجیک و ازبک شهر اشتراک نمودند.
نهایت با راهنمایی بابا جان غفوروف 2 مارس سال 1977 در انستیتوت شرقشناسی مسکو تجلیل جشن احمدی دانش برپا گردید. به سبب عارضه غفوروف نتوانست در مجلس شرکت کند. در این معرکه غیر از دانشمندان انستیتوت، نویسندگان و مترجمان روس، زیاییان تاجیک مقیم مسکو و دانشجویان و اسپیرانت‌های تاجیکستانی شرکت داشتند. از تاجیکستان به صفت مهمان و ناطقان محمد عاصمی، ظریف رجبوف و بنده دعوت شده بودیم. در همایش عالمان انستیتوت فیودور گیرس، یوسف براگینسکی و کمیساروف گزارش‌های خوب ارائه داشتند. این بود حسن خاتمه جشن باشکوه 150 سالگی احمدی دانش. جشن نه تنها معروفیت دانش را انتشار داد، بلکه به ادبیات و تمدن تاجیک منسوبیت عضوی داشتن او، بزرگی شخص او، تفکر و اندیشه او را ثابت نمود. در تجلیل جشن دانش، در انتشار آثار وی بیشک اشتراک اهل علم و ادب ما کلام بود. همچون یک نفر دانشمند و محقق دانش فخر می کردم که در مدت 10 سال سعی و کوشش من در تبلیغ و بزرگداشت دانش اثری از خود باقی گذاشت. به نظر چنین می رسید که در آموختن و تبلیغ احمدی دانش آنچه از دستم آمد انجام دادم. اکنون به کار دیگر شروع کردن هم ممکن است. لیکن صدای دل می گفت که حالا تکاپوی در این راه تمام نشده است. آرزوی اثری بدیعی تاریخی درباره احمدی دانش و زمان نهایت پرحوادث وی نوشتن مرا آرام نمی گذاشت. در دوام 10 سال و 12 سال حجت و سندهای تاریخی چنان زیاد به دست درآمد که چند داستان و قصه ها ساختن ممکن بود. 11 اوگوست سال 1965 در روزنامه نوشتم: در اتفاق نویسندگان SSR جلال اکرامی را دیدم. گفت که هادی زاده، من نان شما را نیمته کردنی، درباره احمدی دانش رمن نوشتنی هستم. جواب دادم در ادبیات ما در یک موضوع چنانچه در موضوع لیلی و مجنون چندین داستان نوشتند و هیچ کس به کسی خلل نرسانده است. گفت آیا شما یگان چیزی کلان نوشتنی هستید؟ گفتم آخر سال 1964 به نشریات ضعیف داده بودم که قسم اول رمن تاریخی ستاره سحری را تمام کردنی هستم. من عادت دارم که درباره چیزهای می نوشتگیم به کسی سخن نمی کنم. گفت نه نوشتن گرید. نمیدانم این سخن به چی معنی گفت. با جلال اکرامی مناسبت‌های حسنه داشتیم. مقام رمن نویسی او را اعتراف و احترام می کردم. اما یقین داشتم که درباره احمدی دانش رمن نوشته نمی تواند، زیرا برای این نه تنها قدرت نویسندگی بلکه تفکر تدقیقگرانه هم لازم است. البته منی جوان و نویسنده پرکار چنین سخنی گستاخانه گفته نمی توانستم. راستی که خودم هم به قدرت درباره دانش رمن نوشتنم شک داشتم. در این سالها چند قصه و حکایه های تاریخی نوشته، هرچند به محبوبیت و اعتراف اهل سخن و خواننده سزاوار شده بودم، ولی در مورد نوشتن رمن تاریخی به امکانات و تجربه ایجادی خود باور کمتر بود. چی شد و خدای متعال در راه مشکلاتم گشایش عطا نمود. از بخش ادبیات بچگان نشریات سفارش شد که درباره احمدی دانش قصه علمی و بدیعی تالیف نمایم. این سفارش را بجان قبول کردم، زیرا در تالیف این اثر امکان داشتم نقل علمی را با تخیلات بدیعی هماهنگ سازم. این قدمی بود به نوشتن رمن آینده. قصه علمی و بدیعی احمدی دانش سال 1967 به طبع رسید و خوانندگان آن را خوب پذیرفتند. باز موردی شد و به قول معروف دولت مساعد آمد و اقبال چاکرم. استودیوی تاجیک فیلم خواهش نمودند که در ساختن فیلم درباره احمدی دانش با یک نفر مؤلف فیلمنامه یاری و مشاورت کنم.
مؤلف فیلمنامه ولنتین ماکسیمنکوف نامجوانی متخصصی صنعت کینا محسوب می شد، لیکن از روح و اصل ماهیت دانش و ایجادیات او خیلی دور بود. بعد از خواندن سناریوی روی راست گفتم که در این اثر احمدی دانش تاریخی نیست و با مشورت و تصحیح کار را به افاقه آورده نمی شود. خلاصه از همکاری و مشاوره فیلم دست کشیدم. بعد از این کارگردان فیلم عبدالسلام رحیموف به میانه درآمد. عبدالسلام رحیموف خادمی به چشم نمایان صنعت تئاتر تاجیک بود و در صحنه تئاتر تاجیک چندین نقش‌های برجسته را آفریده، اینچنین در ساختن چند نمایشنامه به صفت کارگردان نیز هنرنمایی کرده است. در آخری سالهای 60 و اول 70 عصر گذشته بیشتر در استودیوی تاجیک فیلم به سان هنرپیشه و کارگردان کار می‌کرد. عبدالسلام رحیموف زبان روسی و ادبیات روس را خوب می‌دانست. در کنسرت‌های کلان و رادیو و تلویزیون اشعار شاعران روس و کلاسیکان شعر تاجیک را هم به تاجیکی و هم به روسی نهایت خوب می‌خواند. گفتن میتوان از هنرپیشگان خیلی خوش مطالعه و آگاه از ادبیات گذشته و معاصر بود. عبدالسلام رحیموف خوش‌آداب، خوش سخن و در معاشرت و معامله نمونه شخص پیش قدم و عبرت بخش جامعه به شمار می آمد. هرچند همکاری و همنشینی نداشتیم، ولی در ملاقات و بعضی محفل‌ها با هم احترام و ارادت ابراز می نمودیم. همین عبدالسلام رحیموف به میان در آمده خواهش نمود که بنده از مؤلفان اساسی فیلمنامه باشم. سخن رحیموف را رد کرده نتوانستم، فقط شرط گذاشتم و در شرح شرط خود گفتم: شما می‌دانید نوشتن سناریوی فیلم کاری مخصوص است که گمان است در این ساخت و شکل چیزی نوشته توانم. بهتر این است که قصه نویسم با نظر داشت ساخت و خصوصیت‌های فیلمی بدیعی. از روی قصه بگذار ولنتین ماکسیمنکوف و شما و رژیسور دیگر سناریوی درست کنید. آنگاه این فیلمنامه را یک جایه بررسی کرده به قراری می آییم و شما به ساختن فیلم شروع می کنید. پیشنهاد قبول شد. من با آن توان و قدرت نویسندگی که داشتم به نوشتن اثری اولین بدیعی درباره احمدی دانش نشستم. در آخر قصه به میان آمد و سپید دم نام گرفت. از روی قصه سناریوی ساختیم و عبدالسلام رحیموف با همکاری رژیسور لین فیلم ایگور اوسف فیلم برداشتند. فیلم در اول سال 1970 با نام زوزده ونچی، ستاره در تاریکستان، به اکران عمومی اتفاقی برآمد. فیلم در بعضی لحظه ها از قصه و عموماً از نظرات من دور، اما از جهت صنعت کینا به درجه فیلم های استودیوهای مرکزی بود. افسوس که این فیلم حالا فراموش شده است. سپیددم را کینپاویس نام نهاده بودم. بعد از منتشر گردیدن در صدای شرق بسیار رفیقان گفتند که این اثر پاویستی حقیقی است و در نشرهای آینده به همین عنوان آید بهتر است. سال 1976 در نشریات عرفان با همین نام مجموعه قصه های من نشر گردید. سال 1978 در مسکو در نشریات سویتسکی پیساتل در مجموعه استرون تنبوره نیز این قصه مندرج گردید. در مجموعه پیش از همه سیمای احمدی دانش مورد توجه اهل ادب روس گردید. چنانچه شاعر و مترجم نامور سیمیون لیپکین بعد از خواندن کتاب در نامه‌اش نوشته بود: برای کتاب استرون تنبوره تشکر. در این کتاب شما همچون تینیانوی خاصه تاجیکان ظهور می‌کنید که وی در شخص خود عالم و نویسنده را تجسم نموده است. برای من پاوست احمدی دانش مخصوصاً شوق‌آور بود. امیدوارم که حلوای شهرت به شما ضرر نمی آرد و وعده می دهم که اگر میسر شود درباره این کتاب حتما چیزی خواهم نوشت. 7 فوریه 1979. عامه خواننده روس هم به اندازه از این شخص برگزیده ملت تاجیک آگاهی یافت. از لنین آباد، حالا خوجند، کارگر عادی روس
پس از خواندن کتاب استرون تنبور چنین نامه ارسال کرده بود: سلام رسول هادیزاده عزیز، کتابتان استرون تنبور را خواندم و از روی صمیمیت میگویم که کتاب مذکور شما را در نظر من چون نویسنده ممتاز و نهایت جالب جلوگر نمود. قصه سپیددم مرا با ادب نهایت پرجاذبه و شخصیت زمان گذشته احمدی دانش شناس نمود. نام او را در ادبیات روس حتی نشنیده بودم، حالا آنکه ما روس‌ها این نام را حتما باید دانیم. 6 فوریه 79. از خیرخواهی و سخنهای خالصانه دوستان تصمیم گرفتم که امکان و توان تألیف رمن پیداست. بسیار لحظه و واقعه های رمن از سال شروع نمودنم و نوشتن سپیددم در فکر و ذهن پیدا می شد، شکلی به خود می گرفت. در این خصوص در روزنامه‌ام هین سفر با اهل عائله به لنینگراد سال 1967 نوشتم: برای استراحت 1907 به شهر پوشکین رفتیم. در اینجا خوبتر استراحت کردم. در لحظه های خروج قوه روحی و جسمانی میل و خواهش اصرارکارانه نوشتن اثری بدیعی از حیات احمدی دانش مرا آرام نمی گذارد. هرچند خود را به کارهای دیگر مشغول می داشتم، اما سیمای دانش همیشه در پیش نظرم پیدا می شد. لحظه های جداگانه حیات او و محیط زندگی وی پسی همدیگر چون قصه های تیار در سر و سینه سیر و گشت می کردند. شاید که به نوشتن اثر در همین نزدیکی ها شروع کنم. شعور خودداری کردنی می شود، اما دل مرا آرام نمی گذارد. آخری همین ماه به مسکو آمدیم و در خانه عثمانوف منزل گزیدیم. و شیرخان و بچه ها در سیر و تماشای مسکو می گذرانیدند. من بیشتر در کتابخانه لنین کار می کردم. در روزنامه‌ام نوشتم: هوای مسکو نهایت خوب است. در کتابخانه آید به رابطه های روسیه و بخارا بسیار کتاب های مهم پیدا شد. متریال های آن هم برای رمن و هم برای منوگرافی نهایت پر اهمیت و مفید است. 26 ایول 1967. بیقراری و ناآرامی برای نوشتن رمن مخصوصاً بعد از دفاع رساله دکتری شدت می گرفت. مثل مرغی که فریاد زنان به هر سوی می دود تا جای آرام و آسوده پیدا کند و تخم می گذارد. فرصت نبود، مکان و زمانی مساعد دست نمی داد. 2 سال به آمادگی و برگزاری جشن دانش گذشت. 2 سال دیگر از مسئولین برگزاری جشن نهایت پرشکوه عینی بودم. در آخر سال 1978 عزم قطعی نمودم که وظیفه مدیر بخش تاریخ ادبیات را موقتاً به ذمه شاگرد و معاونم گذاشته از گرفتاری‌های مأموریت آزاد می‌شوم و از سال آینده به نوشتن رمن نشینم. باز به روزنامه مراجعت می‌کنم. آرزوی دیرینه نوشتن رمن درباره احمدی دانش تا امروز عملی نشده است. البته در این نبودن فرصت و شرایط سببگار بود، اما به نظرم من گویا به این کار با تمام وجودم تیار نبودم. اینک حالا ضرورت و طلبات زودتر به این کار شروع نمودن را حس می کنم. گویا وقت مرا به این وادار می کند، فرصت عجله می کند. کارهایی که در ظرف 25 سال درباره احمدی دانش گذرانیدم، آن چیزی که درباره مناسبت‌های روسیه و بخارا در این مدت خواندم، یک مرحله مهم گذشت تاریخ خلق ما را پیش نظر روشن کرد. سیمای شخص بزرگ احمدی دانش را برای من به وجود آورد. اکنون به نظرم وقتی به این کار شروع کردن رسیده است. 4/1/79. از اول سال به سر میز نشستن و نوشتن دست نداد. باز به مجلس خیلی شکوهمند دانشمندان و خادمان دولتی و حزبی جمهوری‌های آسیای میانه در موضوع انقلاب اکتبر و تنتنه دوستی بین المللی خلق شوروی
با گروهی نمایندگان تاجیکستان به تاشکند سفر کردم. به قول خلوت در انجمن داشتم و همیشه در یاد اثری آینده بودم. از این سفر به دوشنبه با قطار بازگشت نمودم. در روزنامه‌ام نوشتم: در روزهای در تاشکند بودن، در ساعتهای فراغت و تنهایی سیر و گشت‌های آرام، واقعه و بند و بست رمن را فکر می کردم. از بین پرده ها آهسته آهسته طرح اثر نمودار می شد. امروز از سحر که در کوپه تنها می نشستم، باز فکر و اندیشه در اطراف این اثر بند بود. 3 دوره، 3 قسم اثر معین می شد. 21 فوریه 79. بله، شهر پرشوری بخارا، تیم و بازار و رسته های پرآدم، مسجد و مدرسه های پهلو به پهلو پسی همدیگر بنا گشته، مزار و مرقدهای از مرور زمان خراب و رنگ پریده، شکل و شمایل سروران دولت و حکومت، سیمای دلکشی علما و فضلای عصر و در این میان چهره درخشان احمد دانش، همه و همه پسی هم پیش نظر و گرد سر متصور می گردند. بله، رمن را سر کردن لازم است. سطر اولین، عنوان نخستین را باید از کجا آغاز نمود؟ نمی دانستم که به چنین مشکلات روبرو می شوم. از کجا شروع نمودن لازم است که همچون مغناطیس خواننده را زود به خود جلب نماید و هم دیباچه رمزی کتاب باشد. هنوز این اندیشه ها در سر ناپخته 22 اپریل به مجلس منقدان به مسکو دعوت نمودند. فرصت را غنیمت دانسته قریب 500 صفحه مواد مختلف را از کتاب‌های سیاحان و مؤرخان روس نسخه کسرکس کرده گرفتم که شاید در جریان کار به آنها ضرورت افتد. در مسکو خود از خود در دل جاذبه بخارا پیدا شد. پیش از دوشنبه خواستم چند روز در بخارا باشم. از روحی پاک دانش و هم مسلکان وی امداد طلبم که در برداشتن بار زندگیم دعای خیر دهند. دل گواهی میداد که گشایش کار در بخارا است. 2 می به بخارا پرواز کردم. از هتل پرشکوهی محل نوساخت شهر حجره را به اجاره گرفتم. 5 روز به کسی تلفن نکردم. خواستم که تنها در کوچه های شهر قدم زنم. جایهای تاریخی و مخصوصاً داخل ارک را که احمد دانش از آنها یادآور شده مدت آنجا خدمت یا اقامت کرده است ببینم. در لوح خاطر منقش سازم. خلاصه میخواستم بخارا چنان در ذهن جایگزین گردد که وقتی نوشتن رمن شهر همیشه در پهلویم باشد یا من در داخل آن باشم. روز صبح به سوی ریگستان می رفتم که در بالای گنبد مسجد کلان لانه لکلک را دیدم. لکلک بالهای سفید و پهنایش را کشاده به چوجه هایش خوراک می داد و در فاصله به اطراف نظر می افکند. چنین لانه ها در زمانهای پیش در مناره و گنبد بلند شهر واقع بوده است. اولی فصل بهاران لکلک ها به لانه های خود آمده آن را تازه می کردند، تخم می گذاشتند و تا اولی سردی ها اینجا اقامت داشتند. وقتهای آخر که حوزه زرفشان در اطراف بخارا کماب شده، صیدگاهی لکلکان تا رفت محدود می گشت، آمدن لکلکان هم کمتر شده است. در آن سال چند لانه‌ای به شمار لکلکان در داخل شهر به نظر می رسید. دقیقه ها مشغول تماشای لکلک و لانه او بودم. آیا این پرنده و نسل‌های آن از کدام عصر این گنبد و مناره ها را کاشانه خود قرار داده باشد؟ چرا برای کاشانه و نسل گذاری نه سمرقند بلکه بخارا را انتخاب کرده است؟ از کجا آمده است و باز به کجا برمی گردد؟ غریق این خیالات بودم که ناگه در سر فکری برق زد. آیا همین لحظه را آغاز رمن قرار دادن ممکن نیست؟ بله،
آغاز رمن همین بهاری بخارا و آمدن همین مرغ خوش صورت و خوش بشارت باید باشد. آوان جوانی احمد دانش و آرزو و امیدهای جوانانه وی در راه حیات آینده. بعد از بازدید و ملاقات دوستان 10 می به دوشنبه برگشتم. روزی دیگر سر میز نشستم و در ماشینکه صحیفه اولین رمن را نوشتم. بهاری بخارا از آمدن لکلک ها سر می شود. سطر پسی سطر، صحیفه پسی صحیفه نوشته می شد و تاریخ و صاحبان تاریخ گویا می شدند، به جنبش می آمدند. تألیف رمن بی مانعه، بی فاصله دوام می کرد. اگر سفری پیش آید چند دفتر مکتبی را با خود می گرفتم و در ساعتهای مساعد نوشتن را ادامه می دادم. در دفترهای مکتبی نوشتن را از استاد عینی آموخته بودم. وقتهای آخر می دیدم که ایشان تألیفاتش را در دفترهای مکتبی می نوشت. نگهداری و ترتیب و تنظیم دفترها آسان بود. در جریان تألیف یک بار به سفری دور رفتم، به قزل‌ارده قزاقستان. در راه ارنبورگ کاروان تاجران و سفیران امیر بخارا در این شهر و اطراف آن توقف می کردند. صحرای سبز و خرم و مسکن مردم بادیه نشین را به چشم خود دیدن لازم بود تا تصویر آن مجسم و مؤثر باشد. نوشتن رمن از چشم داشت من تیزتر و سریعتر می رفت. در دوام 2-3 سال آخر واقعه های رمن و سیما و سرگذشت اشخاص کتاب به قدری در سر پخته بود که آنها را به چارچوب و تنظیم بند و بست رمن انداختن مشکل نبود. البته در رفت تألیف رمن تفصیل و جزئیات نو و خصلت و رفتار تازه اشخاص اثر پیدا می شد. اینها نیز از زمینه اساسی رمن به میان می آمد و در خط حرکت عمومی واقعه ها و خراکتر قهرمانان تغییرات کلی وارد نمی کرد. خلاصه رسا بعد از 1 سال در میانه های ماه می سال 1980 به سطر آخرین رمن نقطه تمت گذاشتم. در 2 ماه به شدت تحریر و تصحیح آن را انجام داده برای چاپ تازه به ماشینیستگی چابک دست سپاریدم. برای چاپ رمن قبلا با نشریات شرطنامه امضا نکرده بودم. به مجله ها نیز اطلاعات قبلی برای طبع و نشر رمن اعلام نداشتم. در هر صورت در دل کمتر باور بود که آیا این اثر در مقام رمن مقبولیت پیدا می کرده باشد. راهی پیدا کردن جواب این سوال را نیز یافتم. نسخه اولین پاکنویس را به نویسنده جلال اکرامی بردم. خیلی خرسند شد و گفت که رمن را هر چه زودتر می‌خواند و فکر و اندیشه هایش را خواهد گفت. فکر و اندیشه های اکرامی برای من خیلی مهم بود. اول اینکه اکرامی همچون رمنیست در کشور ما و بیرون از آن هم شناخته و معترف به شمار می آمد. از طرف دیگر اکرامی بعد از عینی دومین سیمایی بود که درباره بخارا چندین رمن و قصه ها انشا نموده است. سوم اینکه وی خواهشمندی درباره دانش نوشتن رمن بود. فکر چنین شخص هم مهم و هم خیلی جالب بود. مناسبت اکرامی به این جانب خوب و مثبت بود. وی به خاندان شهاب‌خان نسبت خویشاوندی داشت و از اینجا به سان دامادی به اصطلاح خودی مهر خویشاوندی داشت. ما با هم در محفل و معرکه های بخاریان بسیار همنشین و همصحبت بودیم. بیرون از وطن نیز خصوصا در مسکو در مجلس و همایش های ادبی همراه بودیم. خیلی صحبت ها می کردیم، اما صحبت ها اکثر وقت در موضوع زندگی همروزه و خاندانی بود. در خاطر ندارم که اکرامی در موضوع ایجاد خود یا اثرهایش اینچنین درباره حکایت و قصه های من حتی راجع به موضوع های بخاری چند حکایه هایم چیزی گفته باشد. اکرامی در معامله و معاشرت آداب و رسوم اشرافانه بخارا را داشت. شخصی نرم سخن و خوش تواضع بود.
با همسرش سعادت خان، اکرامی او را سعادت نام می گرفت، به مهربانی و موافقت تام به سر می برد. سعادت خان سالهای سال در کتابخانه دولتی فردوسی کار می کرد، ولی با وجود مشغولی در ایفای وظیفه در تأمین شرایط کار ایجادی شوهرش فروگذاری نمی کرد. اکرامی نویسنده پرکار و پربار بود. همیشه و بالکل با کار ایجادی مشغول بود. آغاز نویسندگی وی از حکایه و قصه های خرد سرگرفته بود. حکایه، قصه و سفرنامه، نمایشنامه و فیلمنامه می نوشت. از روسی و ازبکی رمن و قصه ها ترجمه می کرد. اما معروفیت و مقام او در ادبیات تاجیک موقوف بر رمن‌های وی، مخصوصاً بر رمن‌های سیگانه‌اش، تریلوگیش، 12 دروازه بخارا، دختری آتش، 12 دروازه بخارا، تخت واژگون بود. 1 ماه نگذشته بود که اکرامی تلفن کرد. گفت که رمن را خواندم و بسیار کیف کردم. مرا تبریک کرد. از صدایش و آهنگ سخنش معلوم بود که خیلی شاد و خرسند است. روزی دیگر به خانه اکرامی رفتم. خیلی خوشنودانه و صمیمانه صحبت کرد و از رمن ستایش ها نمود. از روی میزش ورق کاغذی را گرفته داد که مختصری درباره رمن بود. گویا مراجعت یا توصیه اکرامی بود به آنهایی که اثر را خواهند خواند. چند پاره نوشته های اکرامی این است: عموماً اثر به من خیلی معقول شد. کس از این اثر نه فقط تأثیرات بدیعی استتیکی می گیرد، بلکه دانش و ملکه حاصل می نماید. زیرا رسول خان در تردد نوشتن این اثر خیلی کار کرده، تحقیقات بسیاری گذرانیده است. بنابراین هادی‌زاده در اثر خود به طور مکسیملی، به طور عمیق همان دوره، عصر 19 را، دوره حاکمیت امیر نصرالله را تصویر کرده، خواننده را با واقعه و حادثه های مهم تاریخی، با شخصان مهم تاریخی آشنا می کند. یک جهت خوبی اثر در این است که آسوده آرام می رود. حساسیت و آتش از حد افزون نیست. اینچنین در اثر مؤلف یگان ابرز را با تندنسی خود، با مناسبت خود به وی سیاه یا سفید کرده نشان نمی دهد. همه را چنانچه هست، چنانچه بود تصویر می کند. احمدی دانش را هم از اول اولیا کرده نشان نمی دهد. این ابرزی مرکزی او در قطار دیگران پیش می رود و آهسته آهسته با رفت زمان و حادثه های حیات و تحولات وی در مفکوره او کم و بیش دیگرگونی ها پیدا می شود. چی گویم که خوبی و جهت‌های مثبت اثر بسیار است و من توصیه می دهم که این اثر به زودی چاپ شود. بعد از 2-3 روز ساتیم اولوغزاده تلفن کرد. اکرامی به ایشان از رمن خبر داده چند سخنی تعریفی هم گفته است. خواست که دستنویسی رمن را به ایشان هم بدهم. کور چی می خواهد؟ 2 دیده بینا. من از جان خوشتر دستنویس را به ایشان رساندم. می دانستم که او چند سالها پیش با احمدی دانش مشغول شده، کتابچه‌ای هم تألیف کرده بود. گذشته از این، اولوغزاده از حیات رودکی و ابن سینا فیلمنامه و نمایشنامه های خوب نوشته بود. ساتیم اولوغزاده رمن را از اکرامی هم زودتر خوانده فراورد. هنوز در جریان خواندن به شاگردی من که به حیث همدیاری به خانه ایشان رفت آمد داشت گفته است: استادتان رمنی خوب نوشتند. گیر و مان و قلمرانی هایشان در پیروی تلستای گویم می شود. خلاصه ساتیم اولوغزاده هم دستنویس را به من بازگردانیده در صفت اثر سخنهای نیک و خالصانه و دوستانه گفت. اکنون باورم قطعی و ایمانم کامل شد که رمن حقیقی از زحمت و کوشش های 25 سالم به حصول رسیده است. اکنون به هیچ به قول معروف ترس و لرز آن را بروی آب برآوردن ممکن است. پیش از آن که به نوشتن رمن شروع کنم چند مشکل و معماها پیش آمد.
مشکل عمده آن بود که تصویر تاریخ جامعه بخارا و جامعه روسیه به طرز واقعی و به صورت بدیعی باشد که محیط اجتماعی ملی ما و روسیه پیش نظر خواننده زنده و مجسم نمایان گردد. تصویر محیط جامعه بخارا برای من آسانتر بود و جز آنکه صحیفه های تاریخ پیش نظر بود. به صحبت و دیدار شخصان نمایانگر بخارای آخر قرن 19 و اول عصر 20 رسیده بودم. در سیمای آنها بخارای تاریخی و خصلت اهل جامعه آن دور را می دیدم. در این مورد تخیل بدیعی از زمینه واقعی دور نمی رفت. تصویر محیط تاریخی و وضع طبقه های گوناگون جامعه بخارا به همین ترتیب و نظام بنیاد یافته است. مشکلات زیادتر در تصویر جمعیت طبقه اشراف و دایره حکمران پتربورگ بود. در این سمت آنچه اطلاعات داشتم از مطالعات کتاب‌های تاریخی روس، فیلم و نمایشنامه‌ها حاصل شده بود. در تصویر محیط اشراف و اطرافیان پادشاه روس منبع آگهی و مورد پیروی تصویر رمن بزرگ لیو تولستوی جنگ و صلح بود. خصلت و کردار و رفتار اشرافانه روس را از شخصان زنده در سیمای 2 نفر آشنایان خود می دیدم. اینها میخائیل نیکولایویچ باگالوبوف و الکساندر نیکولایویچ بالدرف، استادان دانشگاه پتربورگ در رشته شرق شناسی بودند. هر دو هم قد بلند موزون و راست و صدای فارم و گوارای گفتار روسی و فارسی و تاجیکی داشتند. شعر فارسی را خیلی خوب و در وزن بی خطای عروض می خواندند. خلاصه اگر این هر دو مرد خوش صورت و خوش سیرت را پهلو به پهلو می دیدید، گمان می کردید که آنها 2 تن برادرانند که در یک عائله، در یک شهر و در یک مکتب به وایه رسیدند. با باگالوبوف ملاقات کمتر واقع می شد. ایشان از روی اختصاص از ما پیروان و معتقدان ادبیات فارسی نو دور بود و به دوشنبه نیز به ندرت سفر می کرد. با این همه هر ملاقات و دیدار ما پر از احترام و دوستی و محبت و مودت بود. تقدیر و گذشت ایام مرا بیشتر با بالدرف همکار و دوست و برادر ساخت. از این سبب می سزد که با یاد شخص صافتینت و خوش سیرت صفحات خاطرات را پر نور نمایم. الکساندر نیکولایویچ بالدرف در پتربورگ سال 1908 متولد شده است. وی به خاندان اشراف روس طبقه دورانها تعلق داشت، لیکن نسب خود را تا آخر عمر آشکار نمی کرد. زیرا طبقه دورانها در زمان شوروی نه تنها مقبولیت عام نداشت، بلکه به تعقیب و تبعید کمونیستان محکوم بود. پس از درگذشت بالدرف، مؤلفان مقدمه کتاب روزنامه سالهای محاصره لنینگراد نوشته وی منسوبیت او را به دورانهای روس آشکار تأیید نمودند. بالدرف بعد از ختم دانشکده شرق شناسی لنینگراد چند مدت در استالیناباد به آموزش ادبیات و فولکلور تاجیک مشغول شد و اولین نمونه‌های فولکلور تاجیک را به چاپ رساند. در سالهای اقامتش در استالیناباد با روشنفکران تاجیک از جمله با رحیم هاشم، میرزا ترسونزاده، عبدالسلام دیهاتی همکاری و دوستی و برادری داشت. آخر سالهای 30 عصر گذشته بالدرف به لنینگراد بازگشت. چند مدت در بخش شرقی ارمیتاژ و پژوهش مشغول بود. بعداً در فاکولته شرقی دانشگاه لنینگراد به حیث استاد ادبیات فارس و تاجیک و دیرتر در وظیفه سرپرست بخش یا کافدره فیلولوژی ایران تا آخر عمر کار کرد. بالدرف تا دم آخر زندگیش با تاجیکستان و دانشمندان تاجیک رابطه های علمی و دوستانه داشت. زود به دوشنبه سفر می کرد. در کانفرانس و همایش های علمی شرکت می نمود.
در تألیف و تدوین کتاب‌های درسی و نشر آثار علمی اشتراک داشت. در لنینگراد به کار علمی بسیار جوانان تاجیک در رشته تاریخ ادبیات کلاسیکی استادی راهنما بود. بار اول با بالدرف بهار سال 1950 در تاشکند در سال آخرین تحصیل دانشگاه شناس شده بودم و در ضمن تدریس تاریخ ادبیات فارس و تاجیک به رساله دیپلمیم راهبری می نمود. به این واسطه همزمان با شنیدن درس‌های خیلی جالب وی و صحبت‌های استادانه و خیلی گرم و مهربانانه وی رسیدم. بعد از ختم دانشگاه و آمدن به استالین آباد دیگر با بالدرف دیدار و ملاقات اتفاق نیفتاد. در آخر سال 1956 کتاب نو از چاپ برآمده‌ام را که در اصل رساله نامزدیم بود با نام استاشنیک к изучению таджикской литературы второй половины XIX века به لنینگراد به نام بالدرف ارسال داشتم. 1 ماه نگذشته بود که از ایشان نامه مختصری نهایت گرم و صمیمانه گرفتم. رفیق عزیز هادیزاده، تشکر زیاد برای کتابتان. آن را با لذتی تام خواندم. این اثر جدی مفصل بی‌شبهه در ادبیات مأخذآموزی علم شرق شناسی مقام شایسته را صاحب خواهد شد. با کتاب بعضی رفیقان را که با مسئله تذکره شناسی مشغولند شناس کردم. همه با توجه خاصه به آن اظهار نظر داشتند. آخر و آخران به دایره پرگره این مسئله ها روشنی وارد گردیده است. به نکته های اساسی کتاب و به ساختار آن ایراد نیست. بعضی ملاحظه های کم اهمیت البته هست. آخر در کجا این ملاحظه ها نیستند؟ ولی درباره این ملاحظه ها دفعه دیگر امکان رخ دهد گپ زدن ممکن است. به شما خیر و برکت. بالدرف 27 ژانویه 57. چاپ کتاب اولین و نخستین ارزیابی جدی و علمی کتاب از جانب دانشمند نامدار مکتب شرق شناسی پتربورگ زیادتر از این خرسندی و افتخار را تصور کردن محال بود. از اولی سالهای 60 عصر گذشته ملاقات و دیدار و صحبتهای ما بیشتر واقعی می گردید. من زود به لنینگراد می رفتم و با بالدرف در سر تألیف تاریخ ادبیات فارس و تاجیک مشورت و مبادله افکار می کردم. با گذشت ایام میان ما طرح الفت و دوستی استوار شد. ایشان در سفرهای خود به دوشنبه به خانه ما مهمان می شد و با همسر و فرزندانم مثل پدر معامله و مناسبت داشت. در لنینگراد بارها خودم و بعضاً با اهل عائله‌ام در خانه شهری ایشان و گاه در بوستان سرایش در اوشکو مهمان می شدیم. همسری بالدرف ویکتوریا استپانونا گربوزووا استاد زبان و ادبیات ترکی و عثمانی در فاکولته شرق، زنی خندان رو و خوش زبان، همیشه با دسترخوانی پر از ناز و نعمت و لذیذ پیشواز می گرفت. به همین طریقه شناسایی اولین و رابطه نامنویسی غایبانه به گذشت ایام به دوستی و همکاری و محبت برادری و رفاقت مبدل گشت. بالدرف در تجربه زندگی و دانش و تحقیق علمی بیشک از من مقدم تر بود، ولی وی در بسیار مسئله های علمی خود را کلان نگرفته با این جانب مشورت می کرد، مصلحت و اظهار نظر می پرسید. در تألیف تاریخ ادبیات فارس و تاجیک فصل تصوف را به بالدرف واگذار کرده بودیم. بالدرف پیش از و بعد از نوشتن فصل نامه ها نوشته در مضمون و ساختار فصل تصوف فکر و اندیشه های این جانب و میرزایف را می پرسید. بالدرف از کارهای علمی هم می پرسید، در موردهای ضروری مشورت و مصلحت می داد. برابر این از طرز زندگی هم نیز خبرداری می کرد. از شخصان شناس جویا می شد.
شنیده است که گاه از حد اعتدال زیاد کار میکنم. در نامه نوشته بود که علم البته جانفشانی و فداکاری را تقاضا میکند، ولی برابر همین قوت روح و جسم را نیز حفظ نمودن لازم است. در مورد دیگر بعد از نصیحتی برادرانه نوشته بود: خواهشمندم از من نرنجید. آخر من این سخنها را از روی محبتم به شما و نیت غمخواری در حق شما میگویم. 1 اپریل 65. بالدرف قامت بلند موزون و چهره کشاد و چشمان نورانی تبسم پاش داشت. نهایت نرم گفتار و خوشاداب و در نشست و برخاست حرکاتی از تواضع مالامال داشت. سخن را اندیشیده و سنجیده و کلمات و تعبیرات را چیده و گزیده می گفت و گفتار او به صدای ملایم و روشن باز هم زیباتر و دلرباتر می گشت. هنگامی که او را می دیدم و می شنیدم، جهان اشراف پتربورگ در تصویر تولستوی و تورگنف پیش نظر جلوگر می شد. بالدرف با وجود دانش بزرگ در ادبیات فارسی و جهانی، با وجود مقام معتبر و محترم در میان شرقشناسان، شخصی نهایت خاکسار و فروتن بود. از ستایش های نابجا و افراطی دوری می جست و اگر کسی در این موقع مبالغه کند آن را به تملق و ریا حمل می نمود. به مناسبت 70 سالگی زادروزش خواسته محفل در دوشنبه سازمان دهیم. او را نیز دعوت کنیم. بالدرف نامه نوشته از مهربانی ما عرض تشکر نمود و تأکید نمود که این کار را نکنیم. و شاگردان لنینگرادیش نیز فرموده است که مجلس مخصوص جشن تشکیل نکنند. با وجود همین ما چند نفر از شاگردان و مخلصانش در مجله و روزنامه ها مقاله نوشته و مناسبت 70 سالگی سخنهای دوستی و تبریکی گفتیم و از خدمتهای او در تدقیق تاریخ ادبیات فارس و تاجیک خالصانه ارزیابی کردیم. بعد از خواندنش این مقاله ها را بالدرف نامه مختصری شکرانه فرستاد که آنجا نوشته بود: رفیقان به من چند شماره روزنامه معارف و مدنیت را ارسال داشتند که آنجا مقاله شما و کریموف درج گردیده است. این از همه مقاله هایی که همکارانم دوستانی هم کسبم مرا سرفراز نموده بودند کلانترین و علمی ترین مقاله است. در بخش سندها همه درست است، اما در ارزیابی خدمت‌های خاکسارانه بنده شما و کریموف البته از روی احساس دوستی مبالغه کرده اید. هرچی هم باشد از شما و کریموف خواهشمندم که منت پذیری مرا از صمیم قلب قبول فرمایید. شما را از جان و دل تشکر می گویم که با توجه زیاد به این جانب به اثرهایی از کمالات دوری بنده با مبالغه باشد هم بهای بلند داده اید. هدف یگانه اثرهایم با وجود نقص و کمبودش آن بود که ذره از حقیقت بزرگ انسانی را در خود داشته باشد. اگر در این جاده کاری کرده باشم زندگی بیهوده نگذشته است. توجه دوستان مرا در این عقیده تقویت می بخشد. 25 ایونی 79. این سخنهای بالدرف اظهار فصاحت و فضیلت نبود. کاری که ایشان در آخر عمر کرد اثبات روشن مقصود حیات ایشان بود. ایول سال 1981 هنگام سفرم به لنینگراد روزی به دیدار بالدرف رفته و همان روز در روزنامه‌ام نوشتم: 24 ایول بیگاه نزد الکساندر نیکولایویچ رفتم. در شهر در کوارتیر خود استراحت می کردند. هر باری که شخص این آدم را بیند گویا یک نوری آسمانی در چهرهشان می تابد. با وجود این سن و سال خیلی بردم و سالم می نمایند. از مدیریت کاتدر آزاد شده حالا آرامانه به مطالعه و تألیف مشغولند. خیلی صحبت کردیم. گفتند که می خواهند درباره خواجه احرار تحقیق کنند. در ادبیات، مخصوصا در ادبیات بدیعی،
او را چون شخصی قبیح، بدکردار و فتنگر تصویر می کنند، اما جامعه او را احترامی بزرگ داشت. ممکن نیست که چنین یک شخص بزرگ و پاک مثل جامعه قباحت این آدم را پی نبرده و وی با چنین احترام و اعتقاد مناسبت کند. بالدرف با تمام جدیت، جسارت و احتیاط به این کار نجیب شروع کرد. بله، به این کار نجیب جسارت علمی لازم بود. در سالهای مردودیت دین از طرف دولت و بالخاصه همچون نماینده ارتجاع دینی و قاتل حاکم دانشمند اولوغبیک محکوم گردیدن خواجه احرار ولی، از یک گوشه علم شرق شناسی به همه این شخص به اصطلاح متعصب سربرداشتن دانشمند کاری آسان و بی خطر نبود. در ازبکستان تعقیب خواجه احرار بالخاصه شدید بود. از مرکز ناحیه سمرقند و باغات مشهور نام خواجه احرار را برداشته آن محل را به اولوغبیک نامزد کردند. فعالیت رعیت پرورانه و حمایتگرانه خواجه احرار را انکار نموده نام او را به مرتجع و عدوی علم و فرهنگ برآوردند. بالدرف از روی شاهدهای تاریخی و اسناد و اطلاعات سرچشمه ها به سوی خواجه احرار راه نو گشاد. با دلیل‌های ردناپذیر اثبات نمود که خواجه احرار در تاریخ نابسامان و بی نظام بازماندگان تیمور در خراسان و ماوراءالنهر سیمای درخشانی بود که به حمایه مردم زحمتکش و اهل ضیا و فرهنگ جانسپاری می نمود. بالدرف عقیده های نو را در همایش هر ساله خاطره برتولت سال 1982 به عرض رساند. من از کشف علمی بالدرف خبر یافته نسخه مقاله او را گرفته در مجله های علمی و ادبی دوشنبه منتشر نمودم. بعد از بالدرف دانشمند فقید اعلی خان افسحزاد و دیرتر باترخان ولی خواجه و سمرقندی به حمایه و تبلیغ و تشویق آثار و روزگار خواجه احرار برخاستند. بالدرف نهایت خرسند بود که اقدام او را دانشمندان جوان دوام و تقویت دادند. در ملاقات بعد این واقعه ها بالدرف به من گفت: در جستجوی حقیقت علمی در آخر عمر مقصود به دست آمد. اکنون میخواهم به سمرقند سفر کنم و به زیارت قبر متبرک خواجه احرار رسم. نیتم آن است که کفی از خاک مرقد پاک حضرت با خود بگیرم تا روز دفن آن خاک را بالای قبر من ریزند. در چشمان بالدرف اشک پیدا شد. بالدرف تابستان سال 1992 در سن 85 از جهان چشم پوشید. هرج و مرجی که آن سالها در خاک شوروی سابق و داروگیرهایی که در تاجیکستان انگیزه داشت امکان ندادند که به وداع آخرین وی برسم. ولی یاد وی همیشه در گوشه دل فروزان است. آخر ایون سال 2004 در دوشنبه با ابتکار دانشمند رشته فلسفه شاگرد فقیر احمد جان محمد خواجه‌اف مؤلف رساله آخرین راجع به خواجه احرار کنفرانس بین المللی یادبود 660مین سالگرد تولد خواجه احرار سازمان یافت. در این کنفرانس بارها نام بالدرف به زبان شرکت کنندگان می آمد و همه او را به سان نخستین شخص زنده کننده خواجه احرار یادآور می شدند. این جانب سخنرانی خود را به یاد بالدرف و زحمات خواجه احرار شناسی وی تخصیص نمودم. رحمت و عنایت خداوندی قبر ایشان را چراغان کناد.